سلام به دوستان خوب کانال ترافلر فامیلی. امروز اومدیم به قسمت آسیایی شهر استانبول در منطقه اسکودار و محله آجیبادم. میخوایم با هم مرکز خرید بزرگ آکاسیا رو ببینیم. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشیم. مرکز خرید داره بیش از 300 فروشگاه هستش که همه برندها از قیمت‌های ارزان تا برندهای لوکس رو شامل میشه و تمام برندهایی که داخل خیابان بغداد شما میتونید ببینید رو توی مرکز خرید گنجوندن. یه جورایی شبیه سازی شده خیابان بغداد هستش و یه فود کورت داره با ویو 360 درجه. این هم یکی از فروشگاه‌های خیلی جذابه به نام DNR. بریم با هم داخل این فروشگاه رو ببینیم. سقف شیشه‌ای این مرکز خرید یکی از جذابیتاشه که باعث میشه با استفاده از نور خورشید در طول روز روشنایی رو برای مرکز خرید فراهم کنه. و راجع به برندها هم اگه دقت کنید همونطوری که داخل تصویر میبینید برندهای لوکس همگی در یک طبقه، برندهای متوسط در طبقه دیگه و برندهای معمولی تر هم در طبقه دیگه در کنار هم قرار گرفتن.
چیز خیلی جالبی که من توی مرکز خرید دیدم که هیچ جای ترکیه وجود نداره این فروشگاه دیفکتو هست که دیجیتال استوره، که اگه توضیحات رو بخونید می‌بینید که یه آینه‌ای داره تو این فروشگاه که سایز لباس رو با توجه به اندام شما براتون مشخص میکنه و هیچ فروشنده‌ای همین فروشگاه نداره به جز کسانی که حالا لباسا رو دارن مرتب میکنن. شما میتونید لباستون رو انتخاب کنید، پولش رو پرداخت کنید و در آخر دست خالی از فروشگاه بیرون میریم و آدرستون رو باید مشخص کنید و جنس خریداری شده رو به آدرستون ارسال میکنن. اینم یه نوع خرید جالب بود که تو هیچ کدوم از فروشگاه ها، مخصوصا فروشگاه دیفکتو، من ندیده بودم. دیفکتو یکی از برندهای تقریبا سطح پایینه ولی این ایدهش جالب. خب اینجا هم فودکورت مرکز خرید آکاسیا هستش. اینجا برندهای معمولی تر که همه جا میبینید هست و این هم ویو 360 درجه‌ایه که میتونید به برندها داشته باشین از داخل فودکورت و واقعا زیباست. خب دیگه ما کم کم از مرکز خرید خارج میشیم و این هم از قسمت بیرونی مرکز خرید آکاسیا که یه سری کافه ها و برند ها هم تو این قسمت هستن. استارباکس رو میتونید ببینید و جلوتر هم قسمت مسکونی و سیته ها و رزیدانس های اطراف مرکز خرید آکاسیا هست. این قسمت منطقه لوکسی به شمار میره در قسمت آسیایی و به فاصله 5 تا 10 دقیقه‌ای از مرکز خرید امار اسکوئر قرار داره. اگه به قسمت آسیایی استانبول میای پیشنهاد میکنم هم این مرکز خرید و هم مرکز خرید امار رو که در نزدیکی هم قرار دارن رو ببینید. دسترسی به این مرکز خرید از طریق متروبوس و اتوبوس هست و همونطور که گفتم در منطقه اسکودار قرار داره. با کشتی میتونید شما از ساحل بشیکتاش و امینونو مستقیم به اسکودار بیاین و از اونجا با اتوبوس خودتون رو به این مرکز خرید برسونید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدار.